استا همیشه یه مثل جالبی از این اگه تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزا حتما سالاد خیلی خوشمزن که همه در موردش صحبت کنن. ایران سونسم تا یه سالاد خوشمزه جنوبی براتون درست کنیم که اما به زبان محلی خما شزگویم نوچوسکو. حالا برام لایک و کامنت هونه. اگر دل چی هم پیجو فالو کن این نکم فدای سرت غصهش مخو تا چند با هم دیگه درست کنم. خیار سبز ریز ریز کنم، کوهو هم ریز ریز کنم، ما گوجه حذف کنیم چون بچه‌ها ناخورن. نو خودم بهش اضافه کنم، اچم سراغ سس خوشمزه و تندی که باید بهش اضافه کنم. سس مایونز، ماست، آب لیمو، نمک و فلفل بهش از زنم. حتما بفرست به همه رفیقت که همیشه دغدغه افطاری برای ماه مبارک رمضانیشن چون خیلی خوشمزه بود. حالا عرصم به قسمت اصلی داستان یعنی نون سرخ شده که من با نون محلی خما سرخم که خیلی ترد و خوشمزه بود. اصلا شما رنگ و رخی نگاه بکنی با آدم حرف ازن. حتما درست کنی که خیلی خشن.